در سال 1950 در تگزاس آمریکا یکی از اعضای خانواده کوپر در حال عکاسی از خانواده خودش بود که بعد از ظاهر شدن تصویر با این عکس هولناک روبرو شدن. این عکس به جسد آویزان خانواده کوپر معروفه. در سال 1919 ویکتور گادر تصویر رو منتشر کرد که در اون گروهی از خلبانان آمریکا قرار داشتن. داستان از اونجا جالب شد که در کشفی عجیب پشت سر یکی از این افراد در ردیف بالایی چهره‌ای قرار داره که به راحتی برای این افراد قابل شناسایی بود. این شخص فردی جکسون، تعمیرکار هواپیما بود که صبح همون روز کشته شده بود. شهری که مرده‌هاش از زنده‌هاش بیشترن و به نسبت 1:1000 کلما یک شهر کالیفرنیایی آرامه که حدود 2 مایل مربع مساحت داره و حدود 1700 نفر ساکن زنده و بیش از 1.5 میلیون نفر مرده رو به خودش اختصاص داده.